به سفری در زمان و پیشگویی خوش آمدید. در طول تاریخ بشر کسانی بودند که ادعا می‌کردند می‌توانند فراتر از پرده زمان را ببینند و سایه‌های آنچه قرار است بیاید را مشاهده کنند. سخنان آنها که اغلب رمزآلود و در حاله‌ای از ابهام بودند، در طول اعصار طنین انداز شدند. گاهی اوقات به عنوان خیال پردازی صرف رد شدند و گاهی اوقات لرزه بر اندام ما انداختند. امروز ما پیشبینی‌های ترسناک 2 تن از مشهورترین پیشگویان تاریخ برای سال 2025 را آشکار می‌کنیم. نوستراداموس، ستاره شناس مرموز فرانسوی که رباعیات رمزآلود او قرن‌هاست، محققان را مجذوب و سردرگم کرده است. و بابا وانگا، عارف نابینای بلغاری که به خاطر رؤیاهای به طرز شگفت‌آوری دقیقی که داشت مورد احترام بود. به ما بپیوندید تا به هشدارهای آنها بپردازیم و 5 پیشگویی کلیدی را بررسی کنیم که تصویری نگران کننده و شاید به طرز عجیبی آشنا از سال 2025 ترسیم می‌کنند. نوستراداموس در رباعیات خود اغلب از جنگ بزرگی که در راه است نوشته است. برای سال 2025 برخی از تفاسیر نوشته‌های او به یک درگیری بزرگ جهانی اشاره دارد. جنگی که می‌تواند حتی وحشت‌های قرن 20 را تحت الشعاع قرار دهد. چشمانداز ژئوپلیتیکی که از قبل مملو از تنش بوده، به نظر می‌رسد در لب پرتگاه قرار دارد. جهان با نفس بند آمده نظاره‌گر است، در حالی که ملت‌های قدرتمند درگیر رقص خطرناکی از قدرت نظامی و مانورهای استراتژیک هستند. اتحادهایی که زمانی استوار بودند، زیر بار سوءظن و منافع شخصی شروع به از هم پاشیدن می‌کنند. نوستراداموس از پادشاه وحشت که از شرق برمیخید سخن میگوید. شخصیتی در حاله‌ای از تاریکی که از ترس به عنوان سلاح استفاده می‌کند. آیا این می‌تواند یک رهبر واقعی باشد؟ یک عوام فریب کاریزماتیک که ملت‌ها را به جنگ تحریک می‌کند؟ یا نیروی موذیانه تری؟ یک سازمان سایه که توسط افراط‌گرایی و آتش هرج و مرج هدایت می‌شود. طبل‌های جنگ هر لحظه بلندتر می‌نوازند و ریتم شم آنها در سراسر جهان طنین انداز می‌شود. جهان نفس خود را حبس می‌کند و برای طوفانی که تهدید می‌کند همه ما را در بر بگیرد آماده می‌شود. بابا وانگا، عارف نابینای بالکان، به خاطر رؤیاهای واضح خود از رویدادهای آینده مشهور بود. برای سال 2025 پیشگویی‌های او چرخش قطعی‌تری به سمت محیط زیست دارند. او از سیل بزرگ صحبت کرد، یک فاجعه طبیعی در مقیاسی بی سابقه که قاره‌ها را تغییر شکل می‌دهد و میلیون‌ها نفر را آواره می‌کند. در سراسر جهان ما نشانه‌ها را می‌بینیم. یخچال‌های طبیعی با سرعت نگران کننده‌ای ذوب می‌شوند. سطح دریاها بالا می‌آید و رویدادهای شدید آب و هوایی بیشتر و شدیدتر می‌شوند. به نظر می‌رسد تعادل ظریف سیاره ما در آستانه فروپاشی است. رؤیاهای بابا وانگا اغلب مملو از تصاویر نمادین بود و پیشگویی‌های او را برای تفسیر باز می‌گذاشت. برخی معتقدند که سیل بزرگ او به معنای طوفان واقعی است، سونامی با ابعادی غیر قابل تصور که توسط فعالیت لرزه‌ای در اعماق بستر اقیانوس ایجاد می شود. دیگران سخنان او را بیشتر به صورت استعاری تفسیر می کنند و آن را نمادی از تأثیر قریب به اتفاق تغییرات آب و هوایی می دانند. یک فاجعه آهسته که همه ما را تهدید می کند. هر تفسیری که داشته باشد، هشدار بابا وانگا واضح است. زمین آسیب دیده است و صبرش رو به اتمام است. نوستراداموس، پیشگویی مرموز همیشگی، از بیداری بزرگ ذهن نوشت، یک جهش فناوری که برای همیشه مسیر تاریخ بشر را تغییر می‌دهد. آیا سال 2025 سالی است که ما اسرار هوش مصنوعی را کشف می‌کنیم و ماشین‌هایی می‌سازیم که از توانایی‌های شناختی خودمان پیشی می‌گیرند؟ در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان، دانشمندان مرزهای آنچه ممکن است را جابجا می‌کنند. کامپیوترهای کوانتومی
که قادر به حل مسائلی در عرض چند ثانیه هستند که برای کامپیوترهای کلاسیک این قرنها طول می‌کشد به واقعیت نزدیکتر می‌شوند. اما با این قدرت تازه کشف شده یک سوال ترسناک مطرح می‌شود. آیا این شگفتی‌های تکنولوژیکی عصر جدیدی از صلح و رفاه را آغاز می‌کنند یا اینکه به ابزار نابودی خودمان تبدیل می‌شوند؟ رباعیات نوستراداموس پاسخ آسانی ارائه نمی‌دهد. او از نور و سایه این بیداری تکنولوژیکی صحبت می‌کند و هم به پتانسیل عظیم و هم به خطرات عمیقی که در پیش است اشاره می‌کند. پیشگویی‌های بابا وانگا اغلب با عنصری از ترس همراه است و پیشبینی او برای سال 2025 نیز از این قاعده مستثنی نیست. او از بیماری سایه صحبت کرد، یک بیماری مرموز که مانند آتش سوزی در سراسر جهان پخش می شود و ردی از رنج و مرگ را از خود به جای می گذارد. در عصر جهانی شدن و ارتباطات، یک عامل بیماریزای بسیار مصری و کشنده می تواند با سرعت وحشتناکی در سراسر جهان بچرخد. مرزها بسته می شوند، شهرها به شهرهای ارواح تبدیل می شوند و ترس به احساس غالب تبدیل می شود. آیا می تواند یک بیماری همه‌گیر طبیعی باشد، یک ویروس کشنده که از حیوانات به انسان منتقل می شود؟ یا می تواند چیز پلیدتری باشد، یک سلاح بیولوژیکی که توسط تروریست ها یا دولت های سرکش آزاد می شود؟ پیشگویی های بابا وانگا پاسخ ارائه نمیداد و ما را با احتمال نگران کننده یک دشمن نامری روبرو می کند. دشمنی که می تواند بدون هشدار حمله کند و ویرانی را از خود به جای هم نوستراداموس و هم بابا وانگا به روش‌های رمزآلود خود به دوره‌ای از آشفتگی عظیم سیاسی در سال 2025 اشاره کردند. نوستراداموس از عقاب بزرگی که از آسمان سقوط می‌کند نوشت، در حالی که بابا وانگا از خرسی که دندانهایش را از دست می‌دهد صحبت کرد. آیا اینها می‌توانند نمادهای سقوط یک ابرقدرت، یک تغییر لرزه‌ای در توازن قدرت جهانی باشند؟ جهان نظاره‌گر است در حالی که مناظر سیاسی تغییر می‌کنند و فرو می‌ریزند. اتحادهای دیرینه از هم می‌پاشند و پویایی‌های قدرت جدید پدیدار می‌شوند. به نظر می‌رسد نظم مستقر در آستانه فروپاشی است. عقاب بزرگ. نوستراداموس اغلب به عنوان نمادی از ایالات متحده تعبیر می‌شود، در حالی که خرس بابا وانگا به طور گسترده به عنوان نمادی از روسیه دیده می شود. آیا این پیشگویی ها می تواند به یک درگیری مستقیم بین این دو ابرقدرت هسته‌ای یا اشاره داشته باشد؟ یک چشمانداز ترسناک که می تواند عواقب فاجعه باری برای کل جهان داشته باشد؟ یا می توانند به یک بار درونی تراشار کنند، فروپاشی از درون در حالی که این املت‌ها با ناآرامی‌های اجتماعی، بی‌ثباتی اقتصادی و قطبی شد سیاسی ستوپنجنرم میکنند. چه به این پیشگویی‌ها اعتقاد داشته باشید، چه نداشته باشید، آنها مطمئناً چیزی برای تأمل به ما میدهند. همانطور که در آستانه سال 2025 ایستاده ایم، آینده نامطمئن‌تر از همیشه به نظر میرسد. آیا این پیشبینی‌ها محقق میشوند یا به عنوان کنجکاوی‌های صرف در تاریخ محو میشوند؟ فقط زمان میتواند بگوید. اما یک چیز مسلم است. انتخاب‌هایی که امروز میکنیم جهان فردا را شکل میدهند. بیایید امیدوار باشیم که ما خرد و شجاعت لازم را برای عبور از چالش‌هایی که در پیش رو داریم داشته باشیم و آینده‌ای شایسته فرزندان و نوح‌هایمان بسازیم. برای بینش‌های جذاب‌تر در مورد آینده با ما همراه باشید. فراموش نکنید که لایک کنید، به اشتراک بگذارید و برای محتوای جذاب‌تر مشترک شوید.